آقا سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو خبری خیلی جذاب و خفن. بچه امروز میخوایم براتون یک ویدیو خبری خیلی جذاب و خفنه به شما نشون بدیم و حتما تا آخر ویدیو نگاه کنید و بریم قبل از هر چیزی بریم سراغ ویدیوز. Let's go. خب ببینید این دنس ورودی که بعد از پلیور مشکی میخواد بیاد، این خیلی خفنه. آره بعد از پلیور مشکی میاد. بعد این یه تاپ اپه فکر کنم. این تاپ اپه با خود همین ایونتی که گفتم میخواد بیاد. اینا که اومده توی گیم. حالا تا دنساشو داره نشون میده. بذار بزنیم جلوتر. خب این چیه؟ خب این فکر کنم میخواد بنر آبیتار با جیم بیاد همین توی هفته اخیر. الان که جمعه است، فکر کنم تا چهارشنبه هفته بعد دیگه وارد بازیشن دیگه. با این دنسه فکر کنم به گردونی دیگه بیاد، فکرش کنم. ببینید الان چطوری این دنسش فوتبالیه، توپ زیر پاش نگهدار میکنه. ببینیم چطوریه. اوه شیت، خیلی باله. اونایی که اون ست فوتبالی رو نتونستن بگیرن حداقل دنسشو میتونن بگیرن اگه بتونن. خب اینجا داره نشون میده، توی بتل هم داره نشون میده به ما. خب بنازم طرف علف ها رو میزنه اصلا هیچی دیده نشه. خیلی خوبه. ای ما رو جر دادی به این دنستا. الله اکبر. خب هی ولش کن بازم شد بچه. لا. خب این چیه؟ خب بنازم این سته‌ای که تازه اومده میخوای با مثلا توکن مکن جمع کنی. یا اینجوری داره خودش نشون بده. فکر کنم بعد از اون بیاد. آره خیلی خفنه. ببینیم حالا ستش چیه اگه نشون بده. چیه؟ یخه. بهت یخ میده. بنازم. امیدوارم از این ویدیو حال کرده باشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.